Заказ мало, но каждая неделя 4000 или 5000 вот так, а больше нет. در اسنای پاندمیای جهانی حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی که در روسیه کار و فعالیت می‌کنند در طول چند سال اخیر با سطح رکوردی کاهش یافته است. در سیستم پرداخت‌های یونیستریم حجم انتقال‌ها از روسیه در مقایسه با همین دوره سال گذشته 35% فرو رفته است. این رقم با تحرک عمومی بازار موافق است، گفت نماینده سیستم با RBK. در سیستم ازالت کرونا باشد در ماه مارت حجم انتقال 30% کم شده است و در ماه اپریل 50% کاهش یابی در نظر است. می‌نویسد RBK با استناد به منبع خود. در زلطه کرونا فروروی ترافیک را تصدیق کردند. پاندمیا، بستن سرحدها، بازداشتن کارخانه‌های سودا و خدمت‌رسانی با کاهش یافتن حجم انتقال پول تأثیر رساندند. با گفته او این دوره آغاز موسم کاری برای مهاجران است. محض در این دوره اکثریت مهاجران برای کار کردن پول برمیگردند. پاندمیا این وضع را به طور جدی اصلاح خواهد کرد و کاهش یابی حجم از این وضع به وجود خواهد آمد، گفت او. من اما جا کار قبول کنم، من دیوانه شدم اینجا اومده خودم در مردی کار بازی سیاه میکنم برای که معلومات روی جده دارم. با عقیده مشاهدان پدیده مشاهده شده میتواند وضع موجود اجتماعی و اقتصادی آسیای مرکزی را باز هم شدیدتر کند و از این رو انتظار می رود که وضعیت رژیم های کنونی فساد زده در منطقه سست خواهد شد. آماده نمودن حد اقلی 100 کاتینا و خرید دیگر موادهای نیاز اولیه برای مقاومت با پاندمی. یادرس میکنیم که انتقال پول از روسیه و تاجیکستان نصفی مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات بانک جهانی، تاجیکستان از روی این نشان دهنده در جهان در جای اول است و قرقیزستان با 32% مجموع محصولات داخلی در جای دوم قرار دارد. Экономическая деятельность замедлилась в связи с тем, что закрытие границ произошло. Это уже свершившийся факт. Деловая активность падает. Денежные переводы по январю месяцу 2020 года на 14% тоже снизились.